بازار صدبرگ تاجیکستان و ملاحظه میکنید اینجا در واقع مرکز تردد و خرید و محل شلوغ دوشنبه است که ملاحظه میکنید اینجا چون بازار قبل عید هم هست به نظر میرسه که شلوغیش بیشتر از حد معمول هم باشه و با اینکه سر ظهره ولی میبینید که خیلی خیلی شلوغ هست و رفت آمد جریان داره و برای ما بسیار جالب است. در یک هوای بارانی اومدیم اینجا و به این ترتیب شما میتونید که نمایی از شهر رو ملاحظه بفرمایید که در واقع به این ترتیب هست.